Hey guys, hope you're doing great. I'm Saida and welcome to English and سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من سعیده هستم و به انگلیش خیلی خوش اومدین. خب با درس 39 از کتاب Oxford Word Skills Elementary برگشتم. میخوایم در مورد یه سری افعال بی‌قاعده با هم صحبت کنیم. پس آخر ویدیو همراه من باشین و دکمه سابسکرایب فراموش نشه. Let's go. Okay, irregular verbs. irregular یعنی بی‌قاعده. verbs هم که به معنی فعل هستش. verb فعل، اس جمع گرفته شده فعل ها. پس irregular verbs یعنی افعال بی‌قاعده. اول به تصویر اول نگاه کنید. فعل اولی که اینجا نیفتاده fight هست، یعنی مبارزه کردن. خب fight مبارزه کردن. الان من فعلا رو میگم، بعد میریم توی جدول در مورد simple past و past participleش با هم صحبت میکنیم. fight مبارزه کردن، ring تلفن کردن، زنگ زدن، build ساختن، hold گرفتن، نگه داشتن، hurt آسیب رساندن، آسیب دیدن، ride به معنی راندن. حالا بریم سر جدولش که خیلی مهمه، با دقت گوش بدید. ما یه حالت بیس فرم داره فعلمون که حالت سادهشه. یه حالت سیمپل پست داره که در زمان گذشته ساده استفاده میشه و یه حالت پست پارتیسیپل داره که تو حالتهای کامل، زمانهای کامل استفاده میشه. قسمت سوم فعل یا پی پی بهش گفته میشه. خب بیاید فعل اول sing به معنی آواز خواندنه که سیمپل پستش میشه sang، پست پارتیسیپلش song. sing sang song. The next one swim swim شنا کردن، swam سیمپل پستش، پست پارتیسیپلش swam. پس swim swam swam. The next one ring ring زنگ زدن، تلفن کردن، سیمپل پستش rang، پست پارتیسیپلش rang. ring rang rang. drink نوشیدن، drink drank سیمپل پستش، پست پارتیسیپلش میشه drank. drink drank drank. The next one begin begin شروع کردن، آغاز کردن، سیمپل پستش begin، پست پارتیسیپلش begun. دقت بکنید ببینید A شد U، I شد A شد U. پس begin began begun. The next one run run یعنی دویدن، run میشه دویدن، سیمپل پستش run، پست پارتیسیپلش run. یعنی بیس فرمش و پست پارتیسیپلش یه شکله، ولی توی ساختار جمله شما باید تشخیص بدید که الان این بیس فرمه یا پست پارتیسیپل. run ran run. ستون بعدی get که به معنی گرفتنه، سیمپل پستش میشه got، پس پارتیسیپلش میشه got. یه نکته مهم بهتون بگم، ببینید ما 3 دسته irregular verb داریم. دسته اول اینه که واول وسطش تغییر میکنه. دسته دوم اینه که هیچ تغییری نمیکنه، یعنی بیس فرم و سیمپل پست و پست پارتیسیپلش یه شکله. دسته سوم اینه که ساختارش کلاً تغییر میکنه، به یه شکل دیگه در میاد. ببینید الان اینایی که ما داریم بررسی میکنیم، این جدولی که داریم بررسی میکنیم جدولیه که جزو دسته‌ایه که واول وسطش تغییر میکنه، درسته؟ خب get گرفتن، got got. The next one forget فراموش کردن، سیمپل پستش forgot، پس پارتیسیپلش forgotten forget forgot forgotten. The next one sit نشستن، سیمپل پستش sat، پس پارتیسیپلش sat. come آمدن، سیمپل پستش came، پس پارتیسیپلش came. The next one hold نگه داشتن، سیمپل پستش held، پس پارتیسیپلش held. The next one fall افتادن، سیمپل پستش fell، پس پارتیسیپلش fallen. The next one win بردن، سیمپل پستش won، پس پارتیسیپلش won. خب ستون بعدی write نوشتن، سیمپل پستش wrote، پس پارتیسیپلش written. drive راندن، ماشین راندن، drove سیمپل پستش، پس پارتیسیپلش driven. drive drove driven. ride
راندن که برای اسب و حیوانات به کار میره، دوچرخه و اسب. ride راندن. rode سیمپل پستشه. ridden past participleشه. ride rode ridden. The next one speak. speak صحبت کردن. spoke simple pastش. spoken past participle. speak spoke spoken. اینو یادم رفت. break break شکستن. simple pastش broke. past participleش broken. break broke broken. wake wake up یعنی بیدار شدن، برخاستن. wake up simple pastش woke up. past participleش woken up. wake up woke up woken up. خب بریم حالا سر جدول بعدی. جدول بعدی اون دسته از فعل هاییه که ساختارش تغییر میکنه کلا. مثل چی؟ bring bring یعنی آوردن. simple pastش میشه brought. past participleش brought. bring brought brought. خب فعل بعدی think فکر کردن. simple pastش میشه thought. past participleش میشه thought. think thought thought. The next one buy خریدن. simple pastش میشه bought. bought past participleش bought. buy bought bought. The next one fight مبارزه کردن، جنگیدن. fight simple pastش میشه fought. past participleش fought. پس fight fought fought. بعدی catch گرفتن به معنی گرفتن. caught caught catch caught. catch به معنی گرفتن. simple pastش میشه caught. past participleش میشه caught. catch caught caught. The next one teach درس دادن، آموزش دادن. simple pastش میشه taught. past participleش taught. teach taught taught. ستون بعدی lend قرض دادن. lend simple pastشه. past participle lend. lend lend lend. The next one send فرستادن. simple pastش send. past participle send. send send send. spend یعنی پرداخت کردن، خرج کردن یا گذراندن. simple pastش spent. past participle spent. spend spent spent. The next one build ساختن. simple pastش میشه built. past participleش built. build built built. The next one spell spell کردن، هیجی کردن. simple pastش spelt. past participle spelled که میتونیم spelled هم بگیم. ed هم میتونه بگیره. lose گم کردن. lost simple pastش. past participle lost. lose lost lost. The next one burn یعنی سوختن. burn simple pastش burnt. past participle burn burnt که میتونیم burnt هم بگیم. past participleش ed هم میتونه بگیره. پس burn burnt burnt. خب ستون آخر put گذاشتن. put put این اون دسته فعل هایی که تغییر نمیکنه. The next one cut بریدن. cut cut cut. hurt آسیب رساندن، صدمه زدن، آسیب رساندن. hurt hurt hurt. cost ارزیدن. cost cost cost. The next one shut بستن. shut shut shut. let اجازه دادن. let let let. hit برخوردن یا میتونیم بگیم آسیب رساندن یا آسیب دیدن که simple pastش همون هیته. پس participle هم هیته. پس این ستون آخر زمان بیس فرمش با simple past و past participleش یه شکل بود. خب بیاید ببینیم اسپاتلایت چی میگه. We often use ever یعنی چی؟ ever یعنی چی؟ anytime before now هر زمانی قبل از الان. in questions in the present perfect. خب بذارید بهتون بگم ما از ever در زمان حال کامل استفاده میکنیم. وقتی که میخوای از کسی بپرسی تجربه کاری داره، مثلا میپرسی که have you ever eaten Chinese food یعنی تا حالا غذای چینی خوردی. have you ever gone to London تا حالا لندن رفتی. پس وقتی میخواید از تجربه کسی بپرسی از ساختار
زمان حال کامل استفاده میکنی که ever هم توی اون question وجود داره. Look at the examples. Have you ever bought a car? میگه تا حالا ماشین خریدی؟ No, I haven't. نه نخریدم. Or no, I've never bought one. یعنی تا حالا یه ماشینم نخریدم. The next one. Has your sister ever written a blog? میگه تا حالا خواهرت یه بلاگی نوشته؟ Yes, she has. بله نوشته. پس ever هم یه ساختار خیلی مهمه که وقتی میخوای تجربه کسی رو بپرسی تا به الان از ساختار زمان حال کامل در حالت سوالی استفاده میکنی. خب دوستان این هم از یک سری افعال بیقاعده بود. حتما تمرین رو تکرار بکنید. Thanks a bunch. Take care of yourself. Bye bye.